درود به همگی بچه. امروز میخوایم بریم به یه شهر بازی. درود به همگی بچه. بردیان که هستم. امروز میخوایم بریم به یه شهر بازی طوره که میخوایم بریم کارناوال شهر بازی همینجا. اینطوری داستان اونجا که هر سال 2 دفعه به مدت 2 هفته، یعنی 2 بار توی یه سال، 2 تا 14 روز توی یه سال یه کارناوالی میاد تو شهرمون. کارناوال نیست، میشه یه تورنگاه شهر بازی رو پهن میکنن، مثلا تعطیلاتی میشه برای دانش آموزا، بعدش جمعش میکنن میبرنش خونهشون که دیگه. آره. و امروز هم میخوایم بریم با بچه‌ها چند تا همکلاسیام اونجا و خب آره بریم که داشته باشیم. فقط یه مشکلی دارم من الان، این مشکلام بذاریم بهتون بگم. هوا فاکینگ گرمه، هوا مثل سگی گرمه. من اینو هی دورتر میکنم، نمیدونم چون صدام چطوری. این قلقش دستم نیومده. همین الان آنباکسش کردیم، الان بین 2 تا ویدیو شد. یعنی شروع اون ویدیو قبلیه که شما میبینین افتاده قبل این، ولی الان دارم اینو میگیرم، این تموم میشه، پارتای بعدیش میفته بعد این. فهمیدین؟ من نفهمیدم. خیلی خوب که همه رو همدیگه رو نمیفهمیم، تفاهم میاد این وسط دیگه. خیلی آره. حالا میخوایم بریم و حسابی ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم و اینا. اول از همه من برام پول نقد بگیرم، بعدش دیگه برم اونجا میبینمتون. بریم که داشته باشیم. خیلی خب بچه‌ها، ظاهرا من اینجا میکروفونم خاموش بود، خیلی با جدیت دارم باهاتون حرف میزنم ولی خب شما چشون نمیشنوین. اینجا هوا خیلی گرم بود، اومده بودم دم در پارکینگ، الان این فنساش باد میومد بیرون، خیلی خنک بود. بله میخند نخند. بچه‌ها رسیدم به شهر بازی ولی خیلی شلوغه، خیلی شلوغه، فاکینگ شلوغه. ولی حالا ازش فیلم میگیرم براتون. ولی خب رسیدم، الان منتظر بقیه بریم که داشته باشیم ببینیم چی میشه. سلام دوست. سلام. یه دوستامون اومد، بقیه‌مون هم اونورن. رسیدیم، یه 2 نفرمون مونده، بعدش میریم داخل. ولی خب یه مشکلی پیش اومد. اینجا زده چوب دراز، چیز دراز ممنوعه. من این تریپادمو کردم تو کولیک. خب میریم داخل بقیه‌اش. خیلی خب بچه، کارناوالی که بهتون گفتم یه همچین جاییه، خیلی این وسایل داشت که ولی خب من یه دونه‌شو سوار شدم. بیشتر بازی یه طور دیگه انجام دادیم که جلوتر می‌بینیم. خیلی هم شلوغ بود، برای همین مجبورم براتون روی ویدیو حرف بزنم. این وسیله‌ای که دارید می‌بینید دوستان سوار شدن، من وایسادم بچه‌داریشونو کردم. دوستان با خواهر برادرای کوچیک‌ترشون اومده بودن و خودشون بالا بودن و مجبور بودم مواظب اونا باشم. ولی واقعا هر چقدر هم دارم پول بدین من حاضر نیستم سوار همچین چیزی باشم، چون که بزرگترین ترسی که من دارم از ارتفاعه. اینجا هم اومدیم جلوتر و آقا شیره رو دیدیم، 2 تا هم اکسان باش گرفتیم. بعدش با دوستامون رفتیم اینجا حسابی رفت پاچشون. اینجا هم دوستام میبینین که داره به قوطی‌ها ضربه میزنه. اینجا اینطوریه که اگه همه قوطی‌ها رو موفق باشه بزنه جایزه بزرگ بهش میدن. منم 9 بار تلاش کردم ولی نشد. ولی اون اینجا هم یه تونل وحشت بود که من خیلی دوست داشتم برم ولی خب هیچ کسی باهم نیومد، نمیدونم چرا. این اولین بازی بود که من سوار شدم. این تو که نشه، اسم بازی بریک دنس بود و خیلی جالب و هیجان انگیز بود. و اینم یه بازی دیگه که یکی از بچه‌ها می‌خواست باهاش برم ولی خب من نرفتم و یکی دیگه رفت، چون که واقعا برای من این بازی خیلی ترسناک.
خیلی خوب دوستان، برگشتیم به خونه. خیلی شلوغ بود اونجا، نمیشد خیلی براتون فیلم بگیرم. چند تا شات گرفتم که فقط صدای خودم میخوام بذارم روش و اتفاقات خیلی غم انگیزی افتاد. من واقعا غمگین شدم سر اون اتفاقات. یکی از اتفاقات این بود که همین که خیلی شلوغ بود نتونستم خیلی ویدیو درست حسابی بگیرم یا حداقل از ذهن خودم شاید خوب در بیاد و بی معذرت خواهی هم بکنم این که ولاگ اینطوری شد. خیلی نباید اینطوری میشد و امیدوارم که دوست داشته باشینش. و یه تیکهش هست، من دوستم یه این عروسک میلک شیکی هست، حالا دیتور میذاره اینجا، اونو گندهشو میبره، بعدش منم میخواستم ببرم، من نبرم به تخمم. واقعا اونجا احساس خیلی بدی پیدا کردم. به تخمم. بعدش اومدم خونه دوباره بسته بعد میرسید نرسید، باز هم احساس بدی پیدا کردم. به تخمم. و یه اتفاق دیگه هم افتاده که اونو نمیگم، تو کامنت شما خودتون حدس بزنید، اون هم باز احساس بدی پیدا. به تخمم. اینم داداشمه. به تخم اونم هست. ولی خب 2 تا دوست جدید پیدا کردم. بذارید بیا بالا. این اولین دوست جدیدم اینه، پشمک درازی هم هست. اینو میذارم میشه اون مثل رئیس های مافیا هستم، بگیرم تو بغلم نازش کنم. منم نیستی، ببخشینو. ایشون پشمک خانومه، توی اون چیز چنگکی ها هستن کلاماکینا، توی اونا من اینو برنده شدم و فقط هم با 6 تلاش. دوست های دیگه هم بودن که خیلی سر زدن انم دستگیرشون نشد، ولی حداقل من اونو بردم. و یه دوست دیگه هم باز توی همون توپا پیدا کردم، آقای نگاه کنی کلشو. بعد این چیز سیپی داره، این پشت مغزش میزنه بیرون، مغزشو میتونی ببین. بذار دقیقه مغزش هرات بیکیشم بیرون، مغزشو دقیقه مغزشه چه باله. اینم یه گوشه پیدا میکنم بذارم، حالا بعدا یه کارش برم. آره ولی اون بزرگه رو من تو دلم موند، نتونستم، واقعا اذیت شدم سرش. آره ولی خب در کل شب چیزی بود بهمون خوش گذشت، حالا همه اتفاق ضد حالی هم که زد، بازم شب خوبی بود. آره کلا شب خوبی بود، خوش گذشت. یه دونه وسیله ولی فقط سوار شدیم، ولی بازی زیاد کردیم، در واقع قمار کردیم و بازنده قمار هم خودم بود. مسلمون نیستی تو، به خدا مسلمون نیستی کریم. بله اینطوری بود دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. 1000 تایی که شدیم یه ویدیوی باحال دارم بعد. نمیگم فلان چه، ولی یه ویدیوی باحالیه، اونو تلاش میکنم خوب در بیارم. قول میدم بهتون. این پشمک خانم خداحافظی میکنه ازتون. این هم بای بای کن، دستش تکون میخورم، دستش رو دستم نمیرسه. خب خودم هم بدرود.